سناتور امریکی لینسی گراهام هشیاری دا حکومتا دمکیا سوریه و گوت کو بن پیکرنین لدجی کمنتویان ناین در باسکرن اروکی گوت کو کرد هزا سرکه یا لدجی داعشنا و هفکارن امریکاینا و او قبول ناکن کو ایریشک لدجی وان ورکرن. لینسی گراهام گوت کو تشتا هری دلگرانی چیدکه اوه کو راپورن بلگکری گهاشنه بردستوان کو ارتشا شامه و ترکیه دبه بهتر بسر هفکارن امریکایین کرد هرن. لینسی گراهام دیار کر کو او تخمین دکه کو او یک ده رفلکسک خرد جه امریکای درخینه. سناتور امریکی دیار کر کو دو وقت که ده او درفت ده حکومتانو لیبله او ایریشه که لسر هفکارن خوین کرد کو او هزا سرکه یا لدجی داعشنا قبول ناکه. ده همان نویسا خود لینسی گراهام پیام دا ترکیه و حکومت دمکی گوت کو به عاقلانه تب بگرن و هل بجرن.